فقط میتونم توصیه کنم بگم قار آتیش روشن نکنید. دیگه همون جلو. امروز توی این ویدیو قراره با هم دیگه 24 ساعت رو توی این غار بگذرونیم، وسط جنگل، وسط تاریکی، با کمی امکانات قراره بگذرونیم با هم دیگه. ساعت 6 و 2 دقیقه. الان مشکل اینه که آتیش نداشته باشیم تا صبح اینجا یخ میزنیم. میخوام بکنم که گاز نداره. اگر آتیش نتونیم درست کنیم دهنمون سرویس میشه تا صبح. اینو اگه بتونیم روشن کنیم تا 3-4 ساعت آتیش داریم. مرد آتشین باشه، بنتین باشه، چه ربطی داره؟ از کهکشان اومد زمین بی بال پرواز. قار یکم نگاه کنید تا آتیش روشن شه. ای بچه کریستال داره. صبر کن بالای قار میشه رفت. کوچولو چه کوچولویی تو؟ بچه بیا پایین چه نگو سرمون درد گرفت بابا. با چه امکاناتی داریم آتیش روشن میکنیم؟ بچه این حشره بکرم الان من چیکار کنم؟ آتیش روشن شد. الان خاموش شد. منم اسپری دارم. این ارزون‌تر. باز ترندی زد تو. این وسایلی که گرفتیم واسه این 24 ساعت بیشتر شبیه بساط عرق خوریه. عرق؟ حاجی چجوری خودمون سرگرم کنیم تا حاسور کاش می آوردیم. ولش کن یه کاری میکنیم دیگه. من شیک میزنم شما سرگرم. فقط میتونم توصیه کنم بگم توی غار آتیش روشن نکنید. چشامون سوخت. چشای منو فقط ببین. نسوختم. ساندویچ نون و چرا 2 لایه نون داره؟ نون و کالباس و پنیر و چیپس. منقل باشه؟ خلاقیت و ذکاوت شما رو میبینم کیک میکنم. بریم یه چیزی بخوریم تا یه استراحتی هم بکنیم دیگه. ساعت 11. خستم آجی. هنوز چند ساعت دیگه روبرومون داریم. باید یکم استراحت کنیم. فردا روز سختی رو در پیش داریم. هرچی الان خوردیم فردا هیچی نداریم بخوریم جز 3 تا موز و چند تا لالنگی. بریم چوب بیاریم آجی. میگه بیرون فقط دیگه داخل خونه. چوب بیاریم. امیر داری اشتباه میری داداش. تو راهی که ما اومدیم حاجی غار اینجاست. بریم چوب بیاریم. پاره شدیم از سرما. حاجی همین این صندلیه. همین این صندلی خوبیه. داش اینا این کوچیکی تو داداش اینو بگیر. امیر بغلش کن ببرش. با یک ساعت خول بوده یک نفر. همونو قل بده ببرش. داش امیر تو زیر تو کنه داخل جمع بیشتر میشه. واسش راست شده داشته این کلچ. همین باشه. یک ماشالله. فکر کردم زور امیر باز بیشتره. او رو نگاه کن با او همه چربیش. خاک بر سرت از علی یاد بگیر. خاک تو سرت مفخور. اینو نگاه کن غل میده. علی رو نگاه کن. اوه علی کالویی باشه. شکست. الله اکبر. راحتی؟ عالی عالی. فدا نخلمه.
بخور دیگه هرچی واژه‌های درست حسابی تو فرهنگ ما بود به لجنش کشیدن آقا. ساعت الان 23 و 29 یعنی 11 و نیم. من دیگه باتریم آخراشه، نیم ساعت دیگه خوابم میبره. ساعت 0:39 علی خوابه، داشتمون نشسته، بقیه اینجا زیر آتیشه. علی خواب دوباره علی خوابه، این بیدار دیگه نمیشه. نه همه تونو خب خر من تو این دیوونه خونه چیکار میکنم؟ بذار بخوابیم. یه ساعت چنده؟ 1:05 است. بذار بخوابیم. داشتیم میرفتیم دشتوری اونور، یک نفر دیدیم دیدیم داشت یکی اومد اونجا تو می حرف زدی این دیگه رو زمین نمیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. علی تو منو ترسوندی، به خدا منو ترسوند. اونجا بود، اون جلو من نمیدونم، نگاه نکردم، تاریک بود. دقیقا اون جلوات بود. Did I jump scare you? Yeah, I bet I did. دهنتون سرویس بود. خب بیدار کردم. ساعت چنده؟ 1:11. سرباد پاره میشه. آتیش هم اصلا چی نمیاره. چطوری؟ خواب بیدار کردید. دهن سرویس. واقعی شده بود پس به خوده. آجی من به بهونه دستشویی من بالای غار تلافی کنم این ترقه‌هایی که انداختم من خواب بیدار کردم. میرم بالای غار با امیر هماهنگ کردم، تو واتساپ بهش پیام دادم میرم این بالا ترقه رو یواشکی میندازم. به امیرم گفتم از پایین فیلم بگیره. چی علی کجا رفته؟ علی این گفت رفت بشاشه، من دیگه نمیدونم. بابا بس عوض نکن. علی کجا رفته؟ علی آره بالاه. بیا داداش تا شدی دیده شدی. بیا علیه. خیلی خوبه، یه بار دیگه پخش کنیم کاش. دهنت خوردم با کله زمین. دهنت سرویس. چه انتقامای سختی. قیافت مثل بوزه. برو گم شو کثافت همه. علی اول از همه خوابید، دوتا هم خوابیدن، آروینم به خوابید. ساعت 2:30 بنده بیدار بمونیم که فکر چیز اتفاق افتاد. گرگی اومد، خرسی اومد، پلنگی اومد، جوز پلنگی اومد، همه رو بیدار کنم. آتیش هم پیشمون هست، اگه اومد همین
چوبو میگیرم میزنم به کلش. همین چرخو بکنم تو ساعت 5 صبح خواب بیدار شدم دیدم بچه ها رفتن تو ماشین. منم با هم سینزه تنها موندم. 5 صبح هوا -2 درجه است. از آتیش لذت میبرم. اینا احمقا رفتن تو ماشین، فکر کنم تو ماشین گرمتره. برم این دیوسا رو تو ماشین بردارم بیارم. اون یکیتون کو؟ امیر پشت خوابیده تو صندوق؟ آره. نگو. ساعت 6 12 ساعته که اینجاییم. الان میخوایم انصراف بدیم. یکم بدون فکر این چالش انجام دادیم. خیلی یهویی بود، امکانات نداریم. حداقل من لباس گرم تنم هستش درسته، ولی بقیه بچه ها نه، رفتن تو ماشین دارن یخ میزنن. حالا ما 12 ساعت هم اینجا بودیم دیگه، 1 ساعت دیگه هم که هوا روشن میشه. مهم این بود که این شب رو اینجا بگذاریم. ولی بهتون قول میدم دفعه بعد توی یه غار بهتر که حداقل بزرگتر از اینجا باشه، با امکانات بیشتر 24 ساعت یا حتی بیشتر بمونیم. ولی خب امروز قراره انصراف بدیم دیگه. این بود از ویدیوی امروز. به همه آرزوهاتون برسید تا یه ویدیوی دیگه. بای بای.